انستیتویا روشلاتناسی یا اکادمی زانستی روسیه که به بشا خوی کردولوژی و نافداره مزوانی کنفرانس که نبنتویی لسر دیروکا ازدیتی دکه. انستیتویا روشلاتناسی روسیه دوار کردولوژی دا خودی گرینگترین آرشیو و خودی دولمنترین برهمن. ایروژه زانیارن کردن ازدیین ج روسیا ج اوروپا و ج باشور کردستانه هر وها زانیارن روس جبو گنگشی کرنا بلگین هایی ین لسر دین ازدیتیه لبدره کن بونه. کنفرانس جعالیه انستیتویا لکولین کرنا دیروک و دین ازدی و حتی ارگانیزه کرن. تمانا به انستیتویا پرکیمه و او یکمین جاره که انستیتو گلک کردولوگن دوار دین دیروک و زمانه دا جچار عالی جهانه ده کنفرانس که نبنتویی دا تینه باهر. دائما به کنفرانس نسیاسیه مثلا و نجی شنگاله. باورم جاره کردن امتکارن کنفرانس که باش خد چه بکن سر شنگال و پرسندن. آرمان جوی کنفرانس وکی افزانیاره تو کر یا نودار یرو هزارن کبرا و نرینین خو و فکرین خو به هر بگویرن سر دیروک دین و چفکانین ازیدیا. بنیرین بشتران کنفرانس گله گوتار او لکولینین کل سردین ازیدی هاتنه کرن دورج زانستینه یانجی به قرضی هاتنه نویسن و آرمان جوانجی رش کرن باوره ازدیان بونه لاو ماجی پیوسته جیدرن که خودی گرینگیه که زانستینه بینه نقاندن ورگراندن و بینه بلاف کرن. انستیتوت روحلاتی دا آرخیوی واندا بنا قول بیت ازدیا بنا تاریخ ازدیا هن موسکو هن سانت پتربورگ پر هاتیا خوای کرنه کناس خازم لالشا نورانی شنبه هبه و هبه چمکه و دین همو ملتیه. مجرد کنفرانس خوارو زانسته بجه بشتران کنفرانس باور دکن که ده انجام ده اوه ده خدمت آرام کرن روش شنگاله جه بکن. تشتی که ورات گوتن گله کورن به هزار سالان دیروکا هزار سالان تلکولین کرنه لی هنگ بزمان کرمانجینه هنگ بزمان روسینه اوجی وی بین ورگراندن وی بین چاپ کردن یا داخازم او تشتی ورات گوتنه بگیجه ملتمه. د کنفرانس دا کردزان نافدار از پتربورگه پروفسور زره یوسوپووا سروک زانکوی دوهوکی پروفسور مسلح دوهوکی جزانیارن روس جیگری سروک انستیتویا روشلاتناسی ویچسلاو بلاکرینیتسکی وادیم مکارین کو برپرسی بشو کردولوژی کیریل ویرتیایف روشنبرین کرد توسن رشید تیموراز افدوی اویندن راپورت او لکولین خوین زانستی لسر دیروک ازدیتی پیشکش کرد. بگومان او گوتار و راپورتن زانستی که حتما پیشکش کرن دوی سالونه دا نامینن و دمک نزد اوید به زمان روسی و کردی وک پرتوک بنوشاندن. کمشدادی روداو مسکو